سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 18 اپریل تقدیم میکنیم. در دره رومید شرق شهر دوشنبه با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح تاجیکستان و کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای کشف کشورهای عضو شروع شد. خبرنگار رادیوی آزادی از محل تمرین‌ها گفت که بجز از ارمنستان واحدهای کشف نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و جمهوری بلاروس شرکت داشتند. فرماندهان پیمان گفتند هدف از رزمایش‌های مشترک پیشگیری از عمل‌های تروریستی و خرابکاری در قلمروهای کشورهای عضو است. هدف تمرین شبه‌های جمع‌آوری اطلاعات، جستجو و آشکار و محو کردن گروه‌های تروریستی است که می‌توانند به قلمرو کشورهای ما داخل شوند. روز اول تمرین‌ها در رزمایشگاه مغاب واحدهای کشف و جاسوسی، تجهیزات و ابزار کشف و به دست آوردن اطلاعات مخفی و هم اسلحه مخصوص برای محو تروریستان را نمایش دادند. در مشق‌های مشترک تا روز 22 اپریل ادامه می‌کنند جزو تام‌های جاسوسی و اطلاعاتی و واحدهای دیگر نیروهای مسلح کشورهای عضو جلب شدند. تمرین‌ها با نام جستجو 2016 در حال صورت می‌گیرد که با گفته فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی گروه‌های تروریستی و خرابکار در افغانستان زیاد شدند و به امنیت تاجیکستان تهدید می‌کنند. بعد نشست به نتیجه نمایندگان اوپک، کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان، قیمت نفت در بازارهای جهانی 6.8% پایین آمد و یک بشکه آن در بازار نیویورک تقریباً $38 را تشکیل داد. جلسه اعضای اوپک روز 17 اپریل در قطر با حضور عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو به استثنای ایران برگزار شد. نمایندگان روسیه هم در جلسه شرکت داشتند. هدف نشست کم کردن تولید نفت و همین گونه بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی بود، ولی در این زمینه موافقه حاصل نشد. عربستان سعودی میگوید باید همه کشورهای عضو تولید نفت را کمتر کنند تا قیمت بالا رود، ولی ایران میگوید استحصال نفت را تا زمانی که به حد استحصال پیش از تحریم‌های بین المللی زیاد نکند کاهش نمی‌دهد. در شهر دوشنبه محاکمه 6 جوان از جمله امیجان امراخان ادامه دارد که را به قتل 2 افسر کمیسریات نظامی در دوشنبه متهم می‌کنند. سالاتبی رحمت و مادر امیجان امراخان روز 18 اپریل به رادیوی آزادی گفت که دادستان از دادگاه خواسته است پسرش را به زندان یک عمری محکوم کنند. وزارت امور داخلی بعد حمله مرگبار به چند کارمند کمیسریات نظامی ناحیه سینا در ماه نوامبر سال 2015 نوار ویدیوی نزدیک محله حادثه را نشر کرد. با گفته مفتشان امیجان امراخان ضمن مناقشه 4 افسر وزارت دفاع را با کارد زده است که در نتیجه 2 نفرشان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جوانان میگویند افسران میخواستند آنها را با زور به ارتش برند. در شهر دوشنبه روز 16 اپریل به مناسبت عید پایتخت نیم ماراتون بین المللی برگزار شد که در آن ورزشکاران 15 کشور شرکت کردند. صدها نفر از داوطلبان جایزه‌های ماراتون دوشنبه از تاجیکستان و کانادا، آمریکا و روسیه، ازبکستان و کنیا و چندین کشور دیگر از نوروزگاه تا میدان دوستی 22 کیلومتر مسافت را طی کردند. در این مسابقات که از سال 2010 این جانب صورت میگیرد، کودکان و پیرانسالان هم شرکت داشتند. در ماراتون پایتخت امسال میان مردان جایهای اول و دوم نصیب کیباگو ویلسون از کنیا و اندری پیتروف از ازبکستان شد. در شهر برلین پایتخت آلمان شام 16 اپریل کنسرت پروین یوسفی آوازخوان شناخته تاجیک و جمیله عبدالله و رقاصه با مهارت انسمبل زیبا برگزار گردید. برگزار کنندگان و خود پروین یوسفی روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند که کنسرت مورد استقبال گرم مخلصان فارسی زبان قرار گرفت. پروین یوسفی و گروه دیگری آوازخوان‌ها و دسته‌های هنری تاجیکستان برای شرکت در جشن‌های نوروزی به اروپا آمدند و از این پیش در شهر روتردام هلند نیز هنرنمایی کردند. و اخبار بیشتر از این را در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه پیدا کنید.